درود به همگی گایز به چنل بوریا بوتک خوش اومدیم با سلطان. خودتو نبین، باید اینجا رو ببینی. نکن سلطان ریچ. عشق، زندگی، روحیه، امیدوارم نصیب همتون شه. بهترین موقعیت زندگیتون. سلطان ریچ امروز اومده با آدیداس و پامپرز. خلاصه اومدیم با تراینات تو لف بیبی. ریچ خب اومدیم با ترانتوراف بیبی، میخوام بهش بیبی ها رو نشون بدم و ببینم تا کجا همکاری میکنه. بچه هنوز خوابش میاد ولی بابا آوردتش چون بابایی تیره. لایک کامنت سابیاتون نره. شاید ویدیو ذره کوتاه شه، ببخشید. بریم با هم ویدیو. جون بیا قربونت برم. بریم ویدیو رو ببینیم. آقای ریچ میخوام واسه بیبی بذارم لذت ببری. بچه‌ها اولین ویدیویی که میتونید با خیال راحت با خانواده‌تون حتی ببینید، بدون حتی ذره الفاظ رکیک، راحت 10 دقیقه چیل کنید، ریچ کوچولو رو ببینید، لذت ببرید. ما رفتیم ادامه ایدیت. آماده اید بچه‌ها؟ حاجی اولین ویدیو با بچه‌مه. لیتس گو. همین فوتو دیدید؟ به خدا بچه اداشو در میاره بعضی وقتا. الان چون خیلی نور و کامرا جلوشه شاید نتونه. نکن بکن، تو رو خدا بکن بچه ها ببینم. فقط جلو من میکنی. ریچ این حرکت رو بکن. دیدید کرد. بکن قربونت برم. ریچ خب باز حواسش جمع شد. بیا موشک بیاد. ویدیو دو. اینم میکنه. نکن بچه رو. بس give me 5. بابا بچه خودمه جون. چقدر تو باهوشی. بعدی به خدا اینم میکنه. ریش نکن. اوکی give me 5. مرسی. بیا موشک. بعدی نکن. حاجی همه بابا. نکن پاپی. نو ریچ این حرکت رو کن دیگه، پستونکی تو در نمیارم، قول بهت میدم. نکن بگو. خب یه دونه هم بکن دیگه. این همه کار خودنمایی کردی ریچ. یه بار. بعد نینی. Got that one on video. نباید یاد بگیره. شیطونی ترین کاری که انجام میده و خیلی خطر. جون عشقم به چی بدم دسته؟ شیطونی ترین کاری که انجام میده و بیا مرسی. انجام میده و خیلی خطرناکه اینه که از پله میره بالا و واقعا خطرناکه. حالا گیت خریدیم ما با انگلیش در از این چیزا خریدیم که پله رو میبندیم از بالا و پایین. کنار بالا میکروفون عزیز. بزن یه دونه سر جاش بمونه ازت خواهش میکنم. بیا خب اینو میذارم کنار. بیا این من الان بخوام صحبت کنم. بده من پسر خوب. گریه نکنی. مرسی. سنگین شده بچه. غلط کرد. بچه شوکه شد. ببخشید. بعدی میگه 1 ساعت دارم سعی میکنم آدمو بخوابونم. آدم رفت. آدم چه شری بود. ریچ جان بیا 2 کلمه حرف بزن. نه بده دیگه خواهش میکنم. ماما نمیگی؟ میخوای فوشم بدم؟ میخوای بگم بچه ها داری اذیت میکنی؟ ماما بگو. ماما دادی. بفهم معذرت میخوام. بیا بچه رو به خدا اذیت نمیکنه. خواباشو کرده غذاشو خورده. قضاوت نه. عزیزترین کسی من بچه‌م.
Who's the one who poops in their pants? میگه اون که تنها کسی که تو خونه تو شلوارش میرینه کیه؟ Give Caitlin a hug. Give hugs. چه تخص؟ خب 2 تا پسر بودن یا اون دختر بود؟ تو ندیدی چی بود؟ آدیداس من؟ چه ستی هم زده. بچه ها لالا. بچه فضول داره به همه چی دست میزنه. از همین الان آموزش‌های لاشیگری غیر طبیعیه. دیدی؟ ریچ دیدی؟ بیای بذارمت اون ور قربونت برم. بیا. یک عده میده عمود میریم به سمت راست. قربون اون پامپرز صورتیت بر چیز آبیت برم. بیا حالا رو به این ور. بیا یه چیز خوب بدم دستت. هیچ چیز خوبی هم ندارم بدم دستت. هر چی بدم دستت میشکنه. بیا گوشی بگیر. بیا قربونت برم. بیا گوشی. جاذبیت نداره؟ بعدی. حاجی رو هوا داره غیر میده. وای. بدبخت مادر بزرگه حاجی. خیلی زایه بود. آقای ریچ. بچه نکن این حرکت مورد علاقه‌شو نکن. بزن. بزن. حالا میکروفونو بکن بیا پس سونک بخور عزیز دلم. جنگ بزرگ من تویی. به چپ نگاه کنه پاره است. انگار مثلا یه چیز مهم در گوشش گفته. ببین ریچ خواهر و برادرها همیشه به هم کم میریزن. به زودی منتظر اذیت‌های ریچ در دیانا و اذیت‌های دیانا به ریچ باید باشه. چرا بابا نه من واقعا اونجوری عریش نگهداری نمیکنم. من هر چیزی یه بدی که یادش دادم مشت زدن مثلا میگم بعد میزنه. واقعا هم یاد گرفته. 2-3 بارم یولیا رو اینجوری یعنی چون فکر میکنه بازی انجام میده و یولیا خیلی عصبی. یعنی چیزی بدی که من بهش یاد دادم همین حالت مشت زدنه. تو فقط ماما بگو ماما دادی بیا ببخشید بیا پسونک بچه ها ریش داره به مرحله خستگی میرسه. فکر کنم باید برم بدم مامانش. یه بار دیگه تقلا کنه بیا عشق دلم قربونت برم. چقدر تو خوشگلی. بیا بالا. مامانو میخوای بریم یا اوکی؟ ریچ give me 5. نه give me 5. مرسی عزیزم دلش سوخت بر. اینو اصلا مرض نیست. بچه خسته شده. ویدیو رو نمیتونیم ادامه بدیم چون بهتون قول دادم دارم میگیرم. اصلا نمیخوام اذیتش کنم چون دیگه اسم مامانش هم گفت گناه داره. یه نگاه کن با بچه خود. بچه واقعا ببخشید گفتم این ویدیو کوتاه میشه. یه خدافظی کن. بای بای. یه بای بای بگو. ریچ بیه بره من. یه بای بای بگو. بای بای. بریم عزیز دارم دوست دارم. بچه من ریچو برم بدم مامانش بیام. بای بای. give me 5. بچه دوستتون دارم. یه دنیا الان برمیگردم. ریچو بدم به مامی با میکروفون میرم. بریم عزیزم. قربونت برم. خسته شدی؟ بیا عزیز دلم. خب بچه‌ها دارم از پله‌ها میرم بالا. ولی بچه‌ها الان نگاه کنید شما نمی‌بینیدش. وقتی از من جدا میشه خیلی گریه میکنه. خیلی باباییه. ولی چون میدونم خسته میشه جلو نور نمیخوام اذیتش کنم. بچه‌ها نگاه کنید الان گریه میکنه. بیا عزیز. نیاد یعنی ما بوتین واسه. خدا. گریه نکن دیگه.
دیدی گفتم بچه‌ها من هر وقت میرم چون اصلا بچه بالا نیستم، من همش پایینم در حال ویدیو ساختنم، این چیز میشه. این بیچاره دلش خیلی تنگ میشه. بچه‌ها ببخشید ویدیو خیلی هنوز مونده خامش، ولی نمیشه دیگه، اذیت میشه. بچه‌ها زود خسته میشن، ما که انرژیش بالاست. یه ذره پایین گرم شد چون نورا زیاده. این آدیداس هم پوشیده بود، خیلی بیش از گرم شد. دوستتون دارم. یه دنیا دیگه تو این ویدیو آوترو نداریم، میخوام برم بالا یه ذره پیشش بازی کنم. قول داده بودم ویدیو رو بگیرم، خیلی گفته بودید که ویدیو رو با بچت بگیر. یه دنیا ازتون ممنونم، مرسی از همه حمایتاتون، مرسی که تولد ریشه تبریک گفتید. دوستتون دارم خیلی زیاد. لایک کامنت سابقتون نره، منتظر ماه جونم باشید. 30 تا پروژه به شدت قوی و بعدش یک عشق منید. دلم برای حضور و غیاب مدرسه تنگ شده. انگار برای یکی مهم بود ما باشیم یا نباشیم. اول از همه پولدار شید و بعد سلامت باشید. گودبای.